قیامت. حضرت گفت هر کسی که نماز محافظت میکنه، نماز در وقتش میخونه، این نماز فردا روز قیامت برای اون نور میشود، حجت دلیل برای مسلمان بودنش میشود و سبب نجاتش از آتش جهنم میگردد. و من لم یحافظ علیها لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا. هر کسی که محافظتش نمیکنه، هر کسی نماز قضا میکنه، هر کسی که نماز نمیخونه، فردا روز قیامت میآید این نه نور داره، به نور نمیشه فردا روز قیامت. ای بولا پولی سیروت میگذاریم که او یا ظلمت های پیش پوتا نمیبینی، نور که نداشته باشی در یک پولی که از مو باریکتر از تخت استر چل میبینی. اپیمیون پاستا برای با قوت کردن مردانگی بدن شخصانی که بی‌فرزندند بلند برداشتن فویز اسپرما منی خنک گرفتگی پا و رگ میکشیدگی پا و همچنین برای حوصله را بلند کردن. کولکوین یکی از مزهای بهترین برای درمان دردهای پا، دست میان، بوغم، رکشی، خنک گرفتگی و ریماتیسم. روغن خلبه برای مشکلی پروستات، همچنین برای خنک گرفتگی گرده، پیشابدان، سنگون، نمک گرده و پیشابدان رو هم تازه میکند. پیش پوتا نمیبینی، نور که نداشته باشی در یک پولی که از مو باریکتر از تخت استر چل میره. مسلمانی هست که در هم بروی پوی سیرات نورش رنگی پراژکتره، نورش حتی آتش جهنم اخیرا میکنه. هست مسلمانی که هم یک فنری گوری رفته است نورش یا به چرویش بده است که همه وقتی هم قدم زدنده همین چلیک نرچلیک یا گریون میشه دست کم ترک خوش همه مونده است در عموم مورده است با طریقه کیتایسکی وری با مرده است. وقتی که مرد مگر هم قرار بسته برای اگر قرار نبسته حرکت کنه میغلطه آن میگه علاوه جهنم نه پهلوش او میکنه دو فیقان کرده که خدا خودش دونای در چند مدت به یک عذابای میگذره. هستن آدمو همون مؤمنا کسایی که ایمان دارن نگی تقوا ندارن عمل ندارن همینجا سرکی غلطیدن میگیرن. خدا خودش دونایی که با او در دوزخ چند خمیستن. البته آخر الامر نجات مییابه مؤمن، کسی در دلش مقداری ذره ایمان داشته باشه نجات مییابه، نه که الله دونایی که چند خمیسته اونجا شاید میلیون سال بسته به حساب این دنیا. پس فردا روز قیامت نه نور داره یادم میگه، نه حجت دلیل داره و نه یگون وسیله خلاصی از آتش جهنم. لم تکن له نورا ولا برهانا ولا نجاتا و کان یوم القیامت مع قارون او فرعون او هامان او ابی بن خلف. در یک روایت وقتی اومده سمایه حرف عطفی و اوقدی و همه آدم میگه فردا روز قیامت یا همنشین قارون میخیزه یا همنشین فرعون میخیزه یا همنشین هامان، این هامان وزیر همین فرعون بود، یا همنشین ابی بن خلف. اگه قارون هم میدونه قارون هم خیش تباری حضرت موسی بر روایت حتی پسر عمکش که بدبخت برای مال شده خیانت کرد و در غضب خدا گرفتار شد، زمین فروش کشید، قطعی مال و حالش. فرعون هم میدونه، فرعون هم دشمنی پروردگار که دعوای خدایی کرده با حضرت موسی دشمنی کرد. هامان وزیر بدبختی همین فرعون همون شخصی که فرعون وادار کرد که دعوای خدایی کنه، با همین کثافتی همین فرعون دعوای خدایی کرده است. یعنی عذاب این هامان عذاب فرعون زیادتر کرد. شاید این بین همین ابی ابن خلف نشناسن مردم که کی است. ابی ابن خلف یکی از اشراف قریش بود، یک تاجر بود، دشمن بی نهایت سرسخت رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت در جنگ احد عموما در حیاتش هم یک آدم کشته زد، آن همین ابی ابن خلف. این بدبخت اگر محمد زنده مونه من زنده نمونم، گفتم بدبخت همین به همین نیت همین قتل حضرت که حرکت میکنه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم سعد ابن ابی وقاص زینید بود است، تیر میزد است، خودش میگیره یک نیزه رو همین سری دست میزنش و میگه بالا اسم غلطه دیگه همین دو فیقون بعد دیگه میکنن اما عدد میگه تو مردکی زنک و بیشون اولا نک میگه به خدا قسم همین زخم میوار زدن کو اگر همه لشکر تو ده همین زخم تقسیم کنن همه در درجه می بره. قضای الهی همه حرکت کردن در اولی سرشوی حرکت مرد همین بدبخت. یعنی کسی که همین نمازو رو نمیخونه همنشین این همی تویفا میشه در یک کامره خطی همی میرده. این نماز جدی های بچه ها، نماز جدی بگیره. نماز فرض خدا های، نماز روز نیاز به الله های. نماز خون با پروردگار مناجات میکنه. لو علم المصلی من یناجی ملتفت بشی.
اگر نمازخوان میدونست که با کی مناجات میکنه، با کی گپ زده است، کی گوشش کرده است، همین دنیا زیر زبر شود دیگه چیزی اهمیت نمیده. دیگه عقل فراست نداره و چیزی رو درک کردن نمیتونه. سبحان الله. برای این نماز جدی بگیره. همه چیز گذرانده ای، همه چیزش عاقبتش پشیمانی داره. غیر همین روزه و نماز طاعت عبادت پروردگار که این توشه سفر تای. همین آدمی که نماز داره، روزه داره، برای اینا مردن هم سبک میدونه. اینا در سکرات هم که غلطید ان شاء الله میگه من قطیب توشه دارم. های به حال او کسی که نماز نخونه او هیچ دیگه نداره. آخی خداوند از فسق فساد، از بینمازی و از ترک روزه و از عملهای غیر مشروع جمعیت ما را حفظ کنه. آمین. تو ضروری می اولش که وقتی نماز 5 minut و 10 minut بیسته یگو نماز. دویمش که اختیاری ماشین در دست خطایی لوبوی گردش در تو میخونم. حتی اگر مردم مسلمان هم باور کنه ولی همه هرچی میگیم این همین لوی راه در بیست در پشت ماشین جای نماز لفت نماز بخونه یک از کار نمیکنه. همین مایل باشه جای نماز خونی بسیار رای. وقتی اگر اختیار در دست خودت نباشه، общественный ترانسپورت باشه یا دام ترانسپورت خودت کی رفتی در یگو مثلا پروبکا غلطیدی امکانی برمدن نیست اونجا ماشین مونده فرماده نشوه، آن همین حالت ها به حکم ضرورت در آخری وقت نماز خونده میشه و با ایمو اشاره. نه که وقتی اختیار در دست خطای وقت هستی باید نماز بخونی خشوع. وقتی که با در دوری نماز خوندی چندین فرض ترک میشه، این رکوع ترک میشه، سجده ترک میشه. همین کوشش کنی که همین نماز جدی بگیری بچه ها. اگر جدی بگیری وقت میوی شرایط میوی، نه که همین جدی بگیری خیلی میشه و این طریق هم نیست. یک کس گفت که دوملو من در باشینی کران کار میکنم، همون بولو در نماز من با ایمو شورا میخونم، تیمم میکنم با ایمو شورا میخونم. من گفتم اگر یکی برای ایو رسته پیشاوت بگیره این بولو میپرونی نمیفرم برای حاجت خونه کو میفروی اگه برای نماز فرض الهی نمیفروی. اگه تو زور غیرت کنی در هم جای کارت پیشین عصر میخونی آخی همین دو نماز ای با نمیدونی تو دانو خدا او در تاب دسته خیلی بلنده ای کو او خیلی بلنده ای همین زور باشه چنین ایتاجه ای همین دین ای جو بردن بود 8 ایتاج دست تو 8 ایتاج برماده آدمای تری واز بین. اوخید اگر به شرط همت باشه کو به خدا قسم جای یافت میشه. همین ما استودیم بده در این همین جزیره همین طلبای جزیره ما آخی همین جزیره را وقتی اوی کردن ما کورسیده بودیم. همین اول با فاکولته که همین جزیره رفته است فاکولته ما بود، فاکولته شرق شناسی. این همین لنگافونی کابینت ها بود، بعضی اودیتوریوی خالی بود. همین وقتی میدیدیم که تری نماز قضا میشه کو بعضا دیر ترک میشید درسو خب دما همونجا میرفتیم میخوندیم. یک کس اتاس هم ایستاد در وقتی مکروهیش هم که میخونی وقتی بخون قضا نکن. برای قضا کردن نماز گناه کبیره ای. با این نماز اوخی این نماز مطلقه یک نور داره یا صفا داره. حتی این همین نمازی را که با مستحب میخونن کو اگر به شرطی که مانع او انسان باشه اینا یک ماه گرفتن حبست کردن نمیمونند که اوقاتی طهارت کنی. تو مستحب میکنی نماز میخونی ها ایام زندان که برمادی یا ماه نماز تا قضا میخونی برای که مانع تو انسان شدگی ای. اگر هم یک کاری طبیعی باشه کسل شدی یا هم او نباشه این حالتو دا اشکال نداره. میشو مثلا تیمم کردی خوندی به همون خلاص. نه که اگر مانع تو انسان شوه همون رو اکثری نه همه همون نماز رو طهارت میکنی و همش قضایی میخونی. اوی کاری جدی ای بچه. میگم که نماز فرمان خدا ای، ساعت قبول الله ای. وقتی ساعت قبول الله رسید دیگه همه باید دم بگیره. تمام نماز باید ادا شود. خدا